تاجیکستان. ملت تاجیکستان یک ملتی هست که من از همینجا بوسه میزنم بر دست تک تک تاجیک. ایمان ما باشه. و چون که این ملت بچه‌های کیان؟ اینها بچه‌های امام بخاری، اینها بچه‌های امام ترمذی ان، اینها فرزندان اونهایی هستند. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و صلات و سلام علی حبیبنا و مولانا رسول الله. امروز داشتم فکر می‌کردم که سبحان الله، خداوند متعال هر چه فرعون، ظالم، دیکتاتور تو دنیا هستن، همیشه تاریخ انسان‌های بسیار احمق و پوچ و نادانی بودن. شما الان ببینید، داشتم میخوندم که مثلا وقال فرعون یا هامان ابن لی صرحا، فرعون به وزیرش هامان میگه که برای من یک برجی بزن تا من برم لعلی ابلغ الاسباب، اسباب السماوات، من برم اون بالا به آسمون ها، فاطلع علی اله موسی و انی اظنه کاذبا، من برم اونجا سرکشی بزنم ببینم که خدای موسی هست یا نیست. حالا من فکر میکردم این مرد که احمق، مثلا توی برج میزنی چقدیه؟ برج مثلا مثل اهرام مصره. خب همین اهرام مصر با اورست یا با یک کوه دیگه چه سنخیتی میتونه داشته باشه؟ خب برو بالای این کوه مثلا، تازه تو که اصلا بالای کوه رو میبینی و آسمون ها کجاست. یعنی میگفتم خدای بند این چقدر احمقی است و چقدر ملت رو احمق تصور میکنه. بعد میگفتم که شاید این حماقت اون وقتا بود، این وقتا این حماقت ما قرن 21 ماخه نمیشه دیگه اینجور مثلا مردم ما احمق بشن یا فرعونای ما احمق بشن. تا اینی که یک احمقی رو دیدم که نهایت رذالت و حماقت رو میرزونه، یعنی مثل دیوونه‌ای که بیاد مثلا توی آفتاب وایسه توف بزنه که مثلا بخواد خورشید رو خاموشش کنه. دقیقاً همین حماقت رو شما میبینید. مثل مردکی اومده میگه که آهای مردم ما، شما اذیت میشید توی این رمضان روزه نگیرید. حالا مردک تو میخوای با کی حرف بزنی؟ با ملتی، اونم ملت تاجیکستان. ملت تاجیکستان یک ملتی هست که من از همینجا بوسه میزنم بر دست تک تک تاجیک و من میگم که محبت تاجیکان باید جزی از ایمان ما باشه. چون که این ملت بچه‌های کیان؟ اینها بچه‌های امام بخاری، اینها بچه‌های امام ترمذی ان، اینها فرزندان اونهایی هستند که روسیه اون زمان، اتحاد جماهیر شوروی با تمام چکش و داسش بالای سر اینها بود، کشت و قتل عام کرد و هر جنایتی که در تصورت هست روسیه انجام داد که این مردم رو از دینشون جدا کنه. اتفاق چه افتاد؟ اینها بیشتر به دینتون پایبند شدن. وقتی که ما در کشورهای فارسی زبانیمون تعداد حافظای قرآنیمون دست انگشت شمار بود، تعداد حافظای قرآنی کریمی که تو چاه‌ها، تو زیرزمینی ها در تاجیکستان قرآن حفظ میکردن از همه سرزمین فارس بیشتر. این ملت شکست ناپذیری هستند. این ملت، اینها فقط و فقط مثال های ملت تاجیک رو در قصه های صحابی میتونید پیدا کنید، در قصه های یاران پیامبران. اون وقت میاد یه خرمگسی به این ملت میگه، حالا مثلا این کس کی باشه؟ مثلا ترامپ می بود، کشوری مثل آمریکا رو پادشاهش بود، یا نمیدونم پوتین بود که تو روسیه و مسکو نشسته، یا رئیس چین می بود، حالا میگفت کسیه واسه خودش. حالا توی بیچاره چه کاره ای تو این مثلا؟ نه سر پیاز نه ته پیاز. بعد اومده چه کار میکنی؟ با خدا در میفتی. بیچاره تو مگه اینقدر عقل و شعور نداری که این ملت، ما مسلمون ها، حالا تو که از اسلام خبر نداری، بهتون بگم آقا ما مسلمون های دینی داریم که این دین ما به ما میگه که لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. در مقابل دستورالعمل های خداوند متعال بقیه بشر هر که باشن پشیزی ارزش ندارن. حالا تو کی باشی که ما دستور خدا رو، رکن اسلام رو، روزه رو رها بکنیم به خاطر اینی که یک آدم احمق نفهم نادان اومده گفته که آقا نباید روزه بگیری. 4 تا بزغاره بی عقل هم پشت سرش مثلا جیره‌خواراش همون حرف رو تکرار میکنن که چی؟ عالی جناب گفت. عالی جناب خر کدوم طویل عزیز من؟ تو فردا مثل سگ میری و همین مردم توف میندازن رو صورتت، رو قبرت. کی هستی که بیایی در مقابل کلام الله،
در مقابل شرع الله یه حرفی بزنی که اصلا حرف تو رو بها میده؟ در مسائل عمومی اقتصادی و سیاسی مردم با تو دعوا دارن که تو اصلا چی کاره هستی؟ اصلا نمیفهمی کشور دو وجبی رو اداره بکنی. اون وقت میایی برای مردم در هویت دینیشون، برای این مردمی که پوزه استعمار روس رو به زمین مالیدن، تو میایی خط و نشان بکشی؟ واقعا اینو که وقتی میدیدم گفتم والله سعد رحمت او پدر فرعون بدبخت حداقل برای خودش پادشاهی داشت و باد کرده بود. این دیگه چه جناوری هست؟ این چه موجوداتی تو این دنیا پیدا میشه؟ وقتی اینا رو میبینیم میگه خدایا شکرت به عقل، خدایا شکرت به این ایمانی که به ما ارزانی داشتیم. از اینجا سلام و احترامات برای تک تک ملت تاجیک و بنازم غیرت شما رو، بنازم ایمان شما رو، بنازم مردانگی شما رو، بنازم تقوای شما رو. خدایا بار الها حامی و حافظ و نگهبان این ملت بزرگ باش، این ملتی که به دینشون افتخار میکنن. زنده باد تاجیکای عزیز.